خدمات نظارت فعالیت طبی در تاجیکستان میگوید در یک سال گذشته بیشتر از 600 نفری را آشکار کرده است که زیر نام طبیب خلقی به سحر و جادو مشغول بودند. دولت مراد علیموف معاون رئیس خدمات که تابع وزارت تندرستی است آخر هفته گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت این نفرانی که آشکار شدند اکثرشان نام طبیب خلقی را بد میکردند. طبیب خلقی گفته اون همون اصول و چی میگن متد همون برای که از قدیم با ما مانده است همون باید عملی شوند. طبیب خلقی را باید شخصی عملی کند که و باید کورسی همون مخصوص آموزش کسبی طبیب خلقی را در مرکز جمهوری طبیب خلقی گذارد. با گفته نماینده خدمات همه این طبیبان خلقی به اجازه مخصوصی وزارت تندرستی کار میکردند و بسیارشان به دعاخوانی و سحر و جادو مشغول بودند. طبابت با دعا و رفتن نزد فالبین ها تا چند سال پیش معمول بود، ولی حالا بر اساس قانون های تاجیکستان دعاخوانی و فالبینی و سحر و جادو ممنوع است و جنایت محسوب می شود. بر اساس کدکس جنایتی تاجیکستان برای سحر و جادو یا فالبینی ممکن است فرد متهم را تا 7 سال از آزادی محروم کنند. جامعه شناسان میگویند هرچند قانون سحر و جادو را منع کرده است اما طبیبانی به اصطلاح مردم و فالبین ها مشتری دارند و بازارشان گرم است. انور شریپوف جامعه شناس و استاد دانشگاه دولتی کلاه میگوید راه آوردن ساکنان به فالبین و ساحران از آن درک میدهد که مردم راه درمان بیماری های روانی را نمییابند و رو به آنها میروند که بر اساس قانون قلاب به حساب میروند. او گفت یعنی که خمون بسیار با سزای دینی که بعدین نزدیک هستیم خواست ما بسیار از همین صبح بسیار باید به ملای قدران به ملای مردان دکتر توابت نمیروانه نزدی ملا میرن یا اینکه ولاتر هست که در حقیقت دروی هستن که فهمیشی پس دارن در این مورد هم نی با ملا مرجع میکنن یعنی میگن ما توابت دکتری کردیم این از یعنی که دانشی پس که بعضا دکترها تراجع که بعضا دکترها در حقیقت فهمیشی پس دارن. حالا خدمت فالبین ها و طبیبانی به اصطلاح خلقی از جمله فالکشایی از 20 سامانی سر می شود و بختکشایی و گرمکنی و دیگر خدمت ها قیمتتر و از 100 سامانی بیشتر ارزش دارند. در تاجیکستان بعد طبیبان خلقی اجازه فعالیت داده شده است ولی آنها حق دارند با 3 اصول گیاه درمانی، سوزن درمانی و مس طبابت کنند.